پدر رضا، مادر رضا، خدا رضا. اگر پدر و مادر از فرزند رضا باشند، دانه که خدایم از رفتار این فرزند رضا. روز از روزها یک موی سفید در خانه کلین و پسرش زندگانی میکنه. مدامی که تنش صحت بود، کار میکرده، پول می آورده، میفارید. ولی که روز از روزها بسیار پیر میشه، دستا میلرزه، با پا را رفته نمیتوانه. به وقتی خوراک خوردن پیاله دست میافته، قاشق دست میافته، خوراک به لباساش ریخته، چرکی میشه. این احوال به کلین نمیفوره. یه روز دو روز هم میشنه، سه روز هم میشنه. اخیر رفته به شوهرش میگه که من میگه این حالت دیگه طاقت کرده نمیتوانم، یا ددید یا من. همونطور میفهمونه دیدیم پیر بگجا فسانم چا کنم چه خیلی ما یک پسر باشم و اگر خانه برارم، اگر آدمان چی میگن، حالی پدرم چی میشه؟ نه گوامی. اخیر مجبور و لا علاج پدر خانه میبراره. پدر بیچاره میرون در بازار، میانی گداها و کمبغلا ایستاده، دست پیش کرده، یک طبقچه مونده، بیچاره گدایی کرده، یک لونانشونه به یک عذابی تمام میآورد. روز از روزها نویرچه باغچو مکتب وقتی آمدن به میانی بازار میگذره، باباش میشناسه، تاخته کرده میبیا سلام داده باباش، به بابا جان گفته. بابا ای میبینه میگه که جانی باباش دیده ایستاده، میگه حال و احوال من. در وقتی که میگه اخوان شما برا بودم تابستان بود، حاضر میگه زمستان اومد، هوا خنک، ممکن باشه میگه یک از پدر و مادرت طلب کن که یک تا کرپه می یا یک تا جامه می دم فرسانن که من پوشیده استخوانای خودم گرم کنم. نمیره تاخته کار خانه می بیا شاد و شاد ما پدر مادر میگه من امروز بابام در بازار دیدم، طلب کردن که میگه اگر ممکن باشه یا یکم تا کرپه می یا یکم تا جامه می فرسانتون که به هوای خنک خودم سرشته کنم. پدر میگه که به فرزندش دورین تا خانه میگه یک تا جامه میگه بابا موندگی است، میگه راه همون جامه گرفته بابا ببرده ته. نویره تاخته کرده میفراد در تا خانه، جامعه به دست میگیره، میبینه که میته زدگی همه جاش تشوک کنه، بدکی چنگ و خاک، به دلش علم میکنه. نخواه که میگه پدرم همین خیلی کار کنه برای بابام، لیکن میگه من بچه باشم چه خیلی پدر من نصیحتیم. یک دم فکر میکنه و به یک خلاصه میبیا، قیچه میگیره و جامعه دوبل میکنه. در وقتی که اتا خانم میبره بعد یک 10-15 منوت پدرش جل گرفته میگه که بچه یک جامعه گرفته اتا خانم برامدن 15 منوتی چی؟ در وقتی جل گرفته میبینه که این جامعه دوبل کرده. ایبی میگه این جامعه که خودش نیم جامعه بود، با این دوبل چی کردی؟ پسرش دو چشمش پایان کرده میگه که دل جان میگه این نیسپی جامعه میگه خاطر برده با بابام میتیم. دیوم نسبشه میگه نگاه میدارن که خدا خواهد پگه شما که پیر شوید بیفته میگه با جامعه دراندن جامعه کنه کردن لازم نشه. میگه نسبشه خدا خواهد به وقتی پیری شما نگاه میداره. پدر و مادر این نصیحت افرزند فهمیده، میفهمن که غلط کردین، میفهمن که نادانی کردین، که کننده یاونده. چی که به پدر و مادرت کنی بگه افرزندات میبینی. تاخته کرده میرون، پدر در خانه در آورده، محلا تلویده، دست و پاشه بوسه کرده تا آخر عمرشه عزت مردویشه به جا میبرن. دوستان عزیزم، همین گپ خاطر ما فراموش نشوه. چی کاری که آدم به پدر و مادرش میکنه فرزنداش میبینه. چه خیلی که یک عالم گفته فرزندت نصیحت نته به هزون رفتاری توی میکنه. یک خیلی آدم ها به فرزنداشان نصیحت میتن ایخیل کن وکی خودشان همین کارا نمیکنن. فرزند به سخنی پدر نمیداره، فرزند کاری پدر کردیگه میکنه. ابراهیم اگر دستخوانی پدر عزت بینن عزت میکنن. میتونم که دوستان عزیزم پدر و مادر خار نکنیم. چقدر که دستامون بیا، چقدر که جان داریم، باید نیکی هایی که پدر و مادر کردین به همینا گردانیم. الهی کم که یگم بنده خدا
به بنده محصول محتاج نکنه، ولیکن گردش دنیا امین. چه خیلی که شاعران نویستین دستی تو را فرزندکم در کودکی من بگیرم، بدین امید که در پیری تو هم گیری از دستکم. همین حال می بیا. ابراهیمین دوستان عزیزم، هر یک آدم گپ زدنشو رفتارش خوب اوله کنه که امروز من چیکاری که به پدر و مادرم میکنم بگه امین خدا خط افرزندان میبینم. بیتون که نیکی کنیم که نیکی بینیم. باشتان سلامت به همین شما و ما. خدا عمری دراز بخشه. آمین و آمین.